درودها هموطنان عزیز ما. فکر میکنم امسال بیش از هر زمان دیگه همین تبریکی گفتم بسیار زیاد شد و دیگه از او میگذاریم. بر جوانای گرامی ما وعده کرده بودم که بعد مقابل پرسش به خاطر پیشینی زندگی رابعه بلخی و مخفی بدخشی گپ میزنیم. حالا کوتاه در مورد رابعه بلخی گپ میزنیم. رابعه بلخی یک شاهدختی از اعراب بود در زمان گذشته که پدرهای از اینا آمده بودن بعد از آمدن اسلام در سرزمین خراسان دیروز. پدر از این کعب نام داشت و امیر خراسان و سمرقند و بخارا و بلخ بود. یادم که در اوایل سده چهارم خورشید هجری شمسی میزیست. دختر خودم چون یک دختر داشت و این دختر بسیار زیبا و بسیار حسین و تقریبا دختر شاه بود، بسیار دوست هم داشت. و این خود رابعه یک برادر داشت به نام حارس که وارث پدرم بود. در زمان پدرش که بود این دختر بسیار مورد مواظبت پدر بود. شعر، شاعری، سخنوری، گفتار در بخش‌های مختلف کار میکرد. کمان‌انداز و تیرانداز بسیار ماهر بود. جنگنده و رزمنده بسیار ماهر بود و خوبی های زیاد از آموزش پرورش داشت. در ضمن چون در بلخ میگن به دنیا آمده بود، بیشتر و پدرشان هم دهیجه بودن، فارسی را یاد گرفته بود و فارسی زبان بود. نامش هم شما میفهمین که نامش عربی است و رابعه بود نامش. یه از بس میگن معقول و زیبا و آراسته بود. پدرش را زینت عرب میگفتن، زین العرب میگفتن، زینت داده بود ایرم. این باید صاحباتان ما و شما لقب داده بودن. بعد از اینکه کم بیش کلان میشه و دیگه میشه و به خود میرسه آهسته آهسته یه از هم عصر و هم دوره های رودکی و یا میشه. پدر که فوت میکنه، پدر از این حارس برادرش در جای پدر میشنه و حارس هم نسبت به برادر و به خواهر خود بسیار زیاد مشتاقانه و دلسوزانه و برادرانه و شفقانه و محبت آمیز میبینم و حمایتش میکنم. روز میرم رابعه بلخی در دربار برادر خود. در دربار برادر خود دو قول از بعضی ها میگن ساقی پدر برادرش بوده، بعضی ها میگن خزاندار پدر برادرش بوده. امی بکتاش میبینه. بکتاش که میبینه عاجل بر ازی دل میبازه و بسیار نارام میشه و شما میفهمین که در گذشته ها دل باختن شاهزاده ها و شاهدختها به یک آدم عادی یا به حساب به یک غلام و به یک کنیز و به یک چیز بسیار گپ کلان بود، مشکل بود، سخت بود، ناممکن بود. مخصوصا که اعراب در وقت بسیار زیاد پشت مثل که حالا میگردن پشت شجره و نبیره و قبیله و یا میگشتن. بعد این برازی دل میبازه بسیار زیاد و چنان برازی شیفته میشه که دیگه طاقتش هم طاق میشه، چیزی هم گفتن هم میتونه. این یک دایه می داشته باشه. دایه می آیسته بود. دایه بسیار هوشیار می باشه چون ایره کلان هم میکده باشه، کتش گپ میزنه. بالاخره درد دل خود رابعه بری دایه خود میگن. این دایه که از نایی یک نامه میگیره و چند شعر مینویسه برای او آدم بیخبره که به نام بکتاش بوده. میبره وقتی به بکتاش میبره و این نامه رو میخونه و بکتاش تکان میخوره. آیسته آیسته بکتاش هم
دل میبازن. یا یکی دیگر رو نمیبینن، پیوسته نامه ها رد بدل میشه، میبرشان مینویسه به او. یک روز در محلی گودوباش همو قصر برادرش است که یا با در احره و در دالیز کدام جای با هم سر میخورن. بعد ایره میگیره چیز دستش میگیره و دامنش میگیره. بکتاش میگه تو چی کردی برای من مرد فریفتید ساختی و عشق من نسبت به توی طور شد، این رقم شد، ما رو دیگه بسیار نارام هستم، تو کجا هستی که از دور نامه میفرستی و دیگه به من چیز نمیگیم. اینجا در اینجا رابعه بسیار حیبت میکنه سرش و قهر میشه سرش و او را از خود میرانه و بر از او میگه که عشق من نسبت به تو پیام دیگه داره، معنای وصلت نداره و تو ای ارزش گفت نمیفهمی، باید بفهمی، به او خاطر که متوجه باش. امی میگه و دیگه از خود دورش میکنه میره. بعد یک روزگار میشه که نامه های از یا کرد بدل میشه و میره و میره. جنگ میشه و در جنگ نیروها که میرن این رابعه بسیار نارام میباشه از طرف بکتاش. حتی برادرش که اوجه بود شاه بود دیگه بود، نارام از اون نبود ولی نارام صحت و سلامت بکتاش بود. با او خاطر چون کمان پیشتان کمان کش و تیرانداز و رزمنده ماهر بود و جنگجویی بسیار ماهر بوده، یه پوز خدا میپیچانه و کسی نمیشناسیش. از دورادور در میدان نبرد متوجه بکتاش میباشه. بکتاش در اینجا تیر میخوره و به زمین میفته، زخمی میشه. با مجرد که زخمی میشه میگن که بعضی ها میگن که یک هیاهوی بسیار زیاد داره مندازه در اوجه چیز رابعه و داخل میدان میشه. به هر ترتیب برای حالت که میشه داخل میشه و آدم ها نجات میتن میبره در یک جای پرستاری و گپایش میکنم میبرم و دیگه خدا پس پنهان میکنم. وضعیت که آرام میشه. برادر از این میگه که امی کسی که بکتاش نجات داد کی بود که قدر تیره. هر کسی که میگه کسی نمیفهمه و کسی میفهمه برش چیزی نمیگن تا زمانی که این بکتاش جور میشه یا میره دیگه، ولی فرصت رسیدن به همه نمیداشته باشن. تصادف یک در زیر زمینی گفتیم شما پتو پنهان گپ عاشقانه از یا بالا میشه و هر کس خبر میشه و رودکی هم خبر میشه. از امرا اسرای رودکی بوده و رودکی میگه که این در رو کت رودکی روبروی میشه. وقتی در رو روبروی میشه از پیش پرسان میکنه قصه داستان چیز از رابعه بلخی رو میگه که چی داری تو کت بکتاش، برای شعر میگه گپانه میگه و خود اگه شما فکر کنین رودکی و آدم این کل اشعار را که در مورد عشق خود با بکتاش میگه و بکتاش کلش حفظ میکنه یا میادم بابان خدایی میکنه که دیگه جدا میشه و تصادفا رودکی میره و دربار شاه چیز ببخشید طرف تاجیکستان ازبکستان پیشتر نامش که گرفتم سمرقند و بخارا. اونجا که میره با برادر از هم دعوت میشده باشه از بلخ میاد اینجا. وقتی که میاد بادگساری میشه و محفل عیش و طرب برپا میشه و شعر و شاعری میشه کلگی یا زیابه خود و در اینجا میگن که رودکی رو میگن بخوان چند تا شعرها رو که میخونه کل شعر رابعه بلخی میباشه و نیا نمیفهمن که شعر از رابعه بلخی است، تنها خود رودکی میفهمن. رودکی از رودکی پرسان میکنن که کیه این شعر چقدر زیباست است، کی است، از خود است؟ این چون به حال نمیباشه چنانه که در روایات آمده دیگه، ما چیزی که در روایات است براتون میگه که نه این شعر از من نیست، این شعر از رابعه دختر کعب است، خواهر چیز نشان میده برادرشه که حارسه که خواهر عزیز این عاشق دل باخته و جان باخته چیز است بکتاش است و او خاطر بر از این چیز دارم. برادر از این در اوجا مجلس گفته وطندارای ما شما کم میاره و بسیار اصابش خراب میشه
وقتی که از بخارا و بلخ می آید، سمرقند و بخارا، عاجل وظیفه میده و اتاق قضی را تلاشی میکنن و از اتاق قضی، از صندوقچه محرمات رابعه بلخی، شعرها و گپای چیزایی که در مورد از او داشته میگیرن. اینجا وظیفه میده برای موظفین امنیتی خود بکتاش بندی میکنن. بکتاش بندی میکنن و برای رابعه بلخی بسیار بیرحمانه برخورد میکنن و وظیفه میده که در یک حمام در محله قصر داخل میکنن و دستای از زیر میگه رگای دستش میبرن و بعد حمام دیوار میکنن که در موجه رابعه بلخی جان میده. بعد از این سالهایی که میرن که رابعه بلخی را ببینن بکشن یا ماها بعد دیگه میبینن که از خون خود در دیوار، بازم در دیوارهای حمام برای بکتاش شعر نوشته. بکتاش در این حالت که از مرگ از او خبر میشه، بر کدام نیرنگ بالا میشه، از زندان فرار میکنه و میه راسن حارس سرش میبره، برادر رابعه بلخی را. و این در زمانی میباشه که دیگر نتیجه کار به جای نمیرسه یا فایده نمیداشته باشه، چون رابعه بلخی از دنیا میرفته باشه. من یکی دو شعر رابعه بلخی را در شما در اینجا می نویسم و براتان میمانم که بخوانینش. دیگه بعد از او روایت های مختلف هست که از او شعر بسیار کم مانده، چند تای مانده، چون در وقت کلش میگه سوختاندن و چند تا شعری که منصوب بر وضوع هست. ولی به همون دلیل است که فعلا و در گذشته و در دور این با نام دخت بلخ و مادر شعر فارسی یاد میشه. ارزش زبان فارسی چنین است، وقتی که گرویده شدی دیگه برای تو معنا نداره که تو کی هستی و گوهر والا داشتن واژه های فارسی و پارسی یا پارسی دری امی هسته که افراد و بزرگایی چون رابعه بلخی را هم به خود جذب کرده بود. این بود کوتاه معلومات در اون مورد. باز در مورد مخفی بدخشی دیگه دفعه به خدمت شما عرض میکنم. سلامت و بخیر باشین. این چینل دیگه مکمل برنامه های فرهنگی داره، کمتر برنامه های سیاسی داره که لازم باشه. رابطه های نخبه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی با عرصه سیاست و گپ و کم و بیش گفته میشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.